سلام، بریم سراغ این آموزش. بچه پارچه رو دولا میکنید به اندازه 1/4 دور باسنتون. از بالای سرکشی پارچه رو میگیریم و با گونیا به اندازه 6 سانت میریم جلو. بچه اینجا من سرکشی پارچه رو دوباره گرفتم. دولای بسته 3 سانت میایم پایین، 6 سانت میریم جلو و هلال حلقه پشت رو میکشیم. بچه بیشتر از 6 سانت نیاین چون که خیلی باز میشه. اندازه سرشونه میریم جلو، 4 سانت میایم پایین و خط سرشونه رو میکشیم. خط سرشونه رو کشیدیم، یه خط صاف میایم پایین به این صورت. خط صاف میایم پایین به اندازه 23 سانت میایم پایین، یعنی از اون خطی که اصلیه کشیدیم 23 سانت میایم پایین. خط سینه رو میکشیم، در واقع از هلال حلقه پشت 20 سانت میایم پایین. خب 1/4 دور سینه رو میریم جلو. بچه دیگه زیاد آزادی ندین، 1/4 دور سینه که میریم جلو 1 سانت بیشتر آزادی ندین، بیشتر از این میشه خیلی زیاد میشه. از هلال حلقه پشت به اندازه 40 سانت میایم پایین، خط کمر رو میکشیم، 1/4 خط کمر میریم جلو به علاوه 1 سانت میریم جلو. خب از خط کمر به اندازه 20 سانت میام پایین، خط باسن رو میکشم به اندازه 1/4 دور باسن میرم جلو. بچه این مانتو حالت فری سایز داره و قد مانتومونم که من فقط 10 سانت اضافه کردم چون پایین کارمونم پلیسی میخوایم بزنیم، بیشتر 10 سانت دیگه معقول نیستش که بیشتر اضافه کنید، خیلی بلند و بد میشه و پارچه زیادی استفاده میشه. خب به اندازه 1/4 دور باسن میریم جلو و خطا رو به هم دیگه وصل میکنیم. خط کمر رو بچه‌ها تقریبا صاف وصل. خب به اندازه اون خطی که برای خط سینه بود و اندازه بگیریم، هر چقدر که بود بیایم بالا علامت بزنیم. معمولا 7 سانت تا شاید بعضی وقتا هم 5 سانت میشه و هلال حلقه آستین هم طراحی بکنید. بچه حتما از پایین 1 سانت جای دوخت بذار، از همه جا 1 سانت بذار، فقط از خط پهلو 3 سانت جای دوخت بزنید. 2 تا دور کارمون رو برش میزنیم. وقتی که قسمت پشت رو برش زدیم، حالا میخوایم بزنیم قسمت جلو رو بکشیم. خب ببینید قسمت پشت رو میایم روی کارمون قرار میدیم، بالای کارمون قرار. بچه عرض سوزندوزی ها خیلی کمه، 1 متر هستن. بهتره که از تمام تیکاش استفاده کنیم چون پارچه های گرونی هستن، استفاده کنیم. خب ببینید پارچه من پشت چجوری قرار دادم. 2 سانت از جلو فاصله بدین. ببینید 2 سانت اونجا هم دوله بسته است ولی ما اونجا رو الان بازش میکنیم. 2 سانت فاصله بدید. ببینید بچه ها یه نکته ای رو بگم، از هر مانتوتون هم جلو باز هستش این 2 سانت رو در نظر بگیرین. 2 سانت دکمه خورتون در نظر بگیرین چون که کارتون رو زیباتر میکنه. هر چی که هستش رو بکشین، دقیقا عین پشت رو طراحی کنین و بکشین. خب من چون پارچم یه ذره کم بود از پایین رو یه مقدار برش زدم. نکنید تقریبا 10 سانت نشد، تقریبا 7 سانت شدش. برش میدم دقیقا عین همون قسمت پشت رو برای قسمت جلو برش میزه. برای هلال حلقه جلو هم 10 سانت اومدم پایین و به بالا صفرش کردم. تنها تفاوتی که داره حلقه جلو هست و حلقه آستین هستش. حلقه آستین هم 1 سانت بیشتر چیز میکنم. بچه خطای کمر و سینه رو هم بکشین که بدونید که خطاش کجا هست، ولی خب نیازی هم نیستا. ولی خب من اینجا کشیدم که شما بدونید که خط کمر، خط باسن تو قسمت جلو به چه صورته. جلوی کارمونم باز میکنیم و 2 تا دور کارمون رو برش میزنیم. بس تنها تفاوتی که داره هلال حلقه آستین جلو هم 1 سانت بیشتر برش میزنیم که من اینجا 1 سانت الان نگاه کنید بهتون نشون میدم، 1 سانت بیشتر میرم داخل و برش میزنم. در واقع رو همون خطی که قبلی هست یک خود این ورتر برش میزنم، سرشونه رو برش میزنم و کارمون تکمیل میشه. بچه برای اینکه لقه کارمون گرفته بشه همیشه قسمت جلو از سرشونه 1 سانت بیام پایین و سرشونه رو به هلال حلقه آستین صفرش کنیم که استایی کارتون خیلی زیبا میشه. خب
حالا میخوایم که برای کارمون هلال کنیم، یعنی جلوی کارمون رو هلال کنیم. از جلوی کار به اندازه 15 سانت جدا کردم، 15 سانت از پایین، 15 سانت از بالا جدا کردم و اینو به صورت هلال به همدیگه وصل کردم. اگه نمیتونید خودتون با دست بکشین، از خطکشای پیستوله استفاده کنم و این رو برش میزنیم. قسمت جلو رو برش میزنیم. این دیگه سلیقه‌ایه که هلالتون چقدر باشه، ولی خب بیشتر از 15 سانت نکنین بچه، چون خیلی هلال میشه، سختتون میشه دوختنش. خب برای اینکه پایین کارمون رو درست کنیم، قسمت جلو رو میذاریم رو پلیسمون به اندازه‌ای که میخوایم پلیسمون باشه. ببین من الان پلیسه‌ای که از برای پایین در نظر گرفتم 15 سانته، به علاوه 2-3 سانت هم قد برای دوخ گذاشتم. ببینید پارچه رو چجوری قرار میدم، 15 سانت از پایین فاصله میذارم، یعنی پلیسه رو ترکی قرار میدم. به این صورت دور تا دور کارم و از جلو هم به اندازه 4-5 سانت فاصله داشته باشه. به این صورت دو دولا علامت میزنم و اینو برش میزنم. ما چون پارچم کم بود، برای قسمت بالا من تیکه استفاده کردم. بچه هیچ اشکالی نداره که تیکه استفاده کنید، چون اصلا تو کارتون مشخص نمیشه و اینو میبریمش. دقت کنید که برای بریدن پلیسه اصلا نکشینش ها، چون بعداً موقعی که دوخت میخواین انجام بدین کیست وای میسته. اصلا نکشینش، چون همینجوری دوله کنید روی هم دیگه قرار بدی، خودش دقیقا روی هم دیگه چفت میشه. اصلا شما نیازی نیست هیچ کار بکنید. ببینید به این صورت علامت زده 1 سانت هم جای دوخت بذارین و برش بزنیم. برای بالاشم من 2 تا مستطیل دقیقا اندازه ارتفاعی که میخوام برش زدم، به این صورت قرارش میدم و اینو برش میزنم. نگاه کنید به چه صورتی من انجام میدم، دقیقا روی یکی از خطای پلیسه برش میزنم. خب اینو به این قسمت دوخ میکنیم. بچه این قسمت چون دوله بسته بود، اون دوله بسته هم باز کردم که برای دو طرف کارم استفاده بشه. برای پشتم دقیقا به همین صورته، ولی پشت دیگه هلال نیست، پشت به صورت صافه، یعنی یه مستطیل صاف هستش. خب ببینید این قسمت برای جلوی کارمونه، میذاریمش کنار. سوزن بزنید که قشنگ بدونید که چی به چیه. خب قسمت پهلو رو اندازه بگیرید، چون که میخوایم که برای قسمت پشت هم پلیسه ببریم. قسمت پشت کارمون رو میاریم، یه پلیسه هم میاریم و این پشت کارمون رو اینجوری به این صورت قرار میدیم و اندازه میزنیم. یه مستطیل به اندازه پشت کارمون برش میزنیم. قسمت جلو رو پهلوهاشو میاریم روی کار قرار میدیم که بدونیم که چی به چیه و دقیقا اندازه همون برش میزنیم. به این صورت برشش میزنیم و میذاریم روی قسمت پشتمون، سوزن میزنیم که گم و گورش نکنیم. خب حالا برای آستین بچه پارچتون رو چالا کنیم. قد آستینی که ما در نظر گرفتیم 40 سانتی متره. خب پارچه رو چالا میکنیم بچه. قسمت پشت کارمون رو ببینید به چه صورتی من قرار میدم. به این صورت روی کارمون قرار میدیم و علامت میزنیم و همونو دو حالت 2-3 سانت جلوتر صاف میایم بالا و به صورت یه هلال سینوسی به بالا کارمون وصل میکنیم. بعد 40 سانت رو علامت میزنیم، چون که 20 سانت کارمون پلیسه میخواد استفاده بشه و دور تا دور کارتون رو برش میزنیم. خب برای کنار پایین کارم بچه، پایین کارتون رو دیگه تنگ نکنید دیگه، چون که تنگ کنید دیگه چون روی ساق خاک دستتون قرار داره خیلی تنگ میشه. جلوی کار هم 1 سانت بیشتر برش بزنید و علامت بزنید که اشتباه دوخت نکنید. خب قسمت آستین رو که برش زدیم، حالا میخوایم که سجاف جلوی کارمون رو برش بزنیم. قسمت جلو رو میاریم روی پارچه قرار میدیم تو دولا، به صورت صاف
قرارش میدیم. بچه میتونید قبل از اینکه این هلال پایین رو ببرین اول سجافش رو درست کنید، بعد با هم دیگه هلالش رو ببرید. ولی من حالا هلالش رو بردم. ولی شما اگه نتونستین این کار بکنید، اول از همه این قسمت سجاف رو دقیقا عین خودش ببرین از وسط سرشونه تا پایین کارتون. بچه سجافی که ما استفاده میکنیم سجاف کامل هستش، یعنی باید تا پهلوی این و هلوش 10 سانت تا به بالا سجافمون رو درست کنیم. ببینید نگاه کنید چجوری من سجافمون رو درست میکنم. به این صورت سجافمو میکشم و این سجاف قسمت جلومون انجام میشه. خب سجافمون رو دقیقا عین همون پارچه برش میزنیم و دور تا دور کارمون رو برش میزنیم. بچه این باید این چیزمون لباس هم سجافش کامل باشه. قسمت پشت هم یه مستطیل میبریم دقیقاً اندازه خود پشت پارچمون. خب حالا بریم برای سراغ دوختش. قسمت پشت رو میاریم، قسمت جلو رو هم میاریم، روی هم دیگه قرارش میدیم و فقط پهلوهاش رو دوخت میکنیم. اصلا سرشونه و اینا رو کاری نداشته باشیم، فقط پهلوها رو دوخت بزنید. روی هم دیگه فیکسش کنید، پهلوها رو دوخت بزنید و وقتی که پهلوها رو دوخت زدین وسط کارتون رو پهلوها رو حتما اتوش کشی کنید که کارتون خیلی تمیز بشه. خب حالا اون پلیسه رو که برش زدیم میاریم، این قسمتی که اضافه برش زدیم رو به بالاش دوخت میکنیم، قسمت پشت هم پهلوها رو روی پهلوها دوخت میکنیم. خب یه حالت دقیقا عین مانتوتون میشه. ببینید به چه صورتی دوخت میکنید، به این صورت قرار میگیره. خب حالا مانتوتون رو میارین، پلیسه رو بچه نگاه کنید من چه جوری قرار میدم. قبل از اینکه البته پلیسه رو قرار بده من مغز دوزی کردم. مغزی من چون خیلی باریکه حالا نیم سانت این ورتر قرار میدم و دور تا دور کارم رو با پایه یک طرفه دوخت میکنیم. بچه خیلی با دقت مغزی رو دوخت کنید که کارتون تمیز مرتب باشه. قشنگ اینو دوخت کردم و حالا میخوام پلیسه رو روش قرار بدم. پلیسه که میخوایم روش قرار بدیم ما از بالا پلیسه رو قرار نمیدیم دیگه. ببینید من چه جوری چیز میکنم، پهلوها دقیقا روی هم دیگه باید باشن. خب ما برای اینکه پلیسمون حالت هلال باشه جفتش رو روی همدیگه قرار میدیم، فیکسش میکنیم. بچه وقتی که روی همدیگه قرار بگیرن کلا میرن تو خورد همدیگه پلیسا، یعنی با همدیگه قفل میشن. خب دقیقاً از پایین 20 سانت و از بالا هم 20 سانت حالت هلال برش میزنیم. بالای کارمون به مانتومون صفر شده، بالای کارمون هم حالاش 2 سانت مونده به انتها، اینو صفرش میکنیم. ببینیم به چه صورتی حالت کج از پایین من یه خط میکشم به این صورت تا بالا صفرش میکنم و برش میزنم. خب حالا این مانتومون رو میاریم قشنگ صاف و صوفش میکنیم. پلیسه رو به صورت این که برعکس بچه بعد روش قرار بدیم که وقتی برمیگرده به سمت برعکس دوخت نکنیم بچه ها، یعنی اینکه پشت رو دوخت نکنیم. خب پهلوها رو روی هم دیگه قرار بدیم، دقیقا پهلو رو پهلو. پلیسه رو به هیچ عنوان نکشین قبل از اینکه اینو روش قرار بدین پایین هلالتون رو روش دوخت بزنید، به همون صورتی که شلوار رو گفتم دوخت بزنید. الان من اینجا هم به شما میگم، حالا دارم اینجا روی کارم قرار میدم که شما یه نگاه بکنید. از بالا هم هلوش 15 سانت میایم پایین از جلوی کارمون و بعد اینو صفرش میکنیم، یعنی بقیهش رو میبریم. ببینید چجوری من کردم، چجوری انجام میدم. پلیسه رو البته این مال قسمت آستینه، ولی دارم بهتون میگم قبل از اینکه اینو بذارین روی لباستون پلیسه رو به این صورت روی چرخ قرار بدین، یه دوخت رو کار قرار بهش بدین.
پلیسه ها رو با هدایت دستتون فشار بدین به سمت داخل. ببینید به چه صورتی انجام میدم و بعد بذارین روی مانتوتون، چون که اگر این کارو نکنین پلیستون خراب میشه و کیست وای میسه جلوی مانتوتون. حتما این کارو انجام بدین بچه‌ها. حتما اول دوخت بزنید که موقعی که میخواین اون قسمت‌های هلال مانتو رو بدوزین کارتون خراب نشه، چون هلاله و پلیسه کش میاد و کارتون خراب میشه. حالا دقیقا همون جوری که بهتون گفتم روی کارتون قرار بدین. از جلوی کارتون 15 تا 20 سانت میتونین بیاین پایین. بچه نگاه کنین جلوی کار من به چه صورتی قرار میدم. اون قسمت بالا به صورت اینی که ببینید میاد داخل و قرار میگیره ها، یعنی حالت مثلثی دوخ میشه. دوباره از این سمت هم به همین صورت. پارچه رو به اصلا نکشید، قسمت پشت تا اصلا نکشید، حتما دوخ بزنید. من الان نگاه کنید 20 سانت اومدم از این ور اومدم پایین، 20 سانت هم از اون ور. حتما با مترتون علامت بزنید که اشتباه نکنید و به طور مساوی باشه. اون سمت کارتون هم قرار میدین، اونجا قسمت کارتون رو به صورت مثلثی میدین داخل. اون اضافاتش رو بعدا برش میزنین بچه. این قسمت ها رو ببینید اینجوری فیکسش میکنین، اصلا کش نیاد، هدایتش کنید و دور تا دور کارتون رو دوخ بزنید. خب من الان اینجا دوخ زدم، ببینید به این صورت شد. ببین وقتی میخواین دوخ بزنید دقیقا روی دوخت مغزی قبلیتون بیاین دوخ بزنید که دوختاتون این ور نشه، یعنی مغزیتون یه جا دوختش یه جا باشه، پلیستون یه جا باشه. با دستتون اینو هدایت کنید. ببینید به سمت پشت هم من دارم دوخ میزنم. دور تا دور کار رو دوخ میزنید، قسمت های هلال رو دوخ میزنید، سوزن های کار رو به صورت افقی بزنید که کارتون سوزن زیر چرختون نشکنه. خب بچه ها وقتی که پلیسه رو دوخ کردین ببینید این قسمت گوشه ها که اضافه اومد و با قیچی برش بزنید. اون قسمتش هم اون سمتش هم به همین صورت برش بزنید که اضافاتی نداشته باشید. خب حالا میخوام که سجاف کارمون رو دوخ بزنیم. بچه‌ها برای اتوکاری اصلا روی پلیسه اتو نزنید، چون که پلیسه هاتون یه کمی باز میشه. وقتی اگه خواستیم اتو بزنید اول کارتون رو سجاف کارتون رو دوخ بزنید، بعد پلیستون، بعد اتو بزنید. بهتون میدم چجوری اتو بزنید. خب قسمت هلال رو حتما چرت بزنید که قشنگ کارتون برگرده و زیبایی کارتون بهتر بشه و راحت تر برگرده. خب سجاف کارتون رو قسمت پشتش رو که برش زدیم، ببینید یه مستطیل اندازه پشت همون کارمون برش زدیم. دقیقا پهلوها رو روی همدیگه قرار میدیم، دوخ میزنیم. به این صورت دوخ میزنیم که یه سجاف سرتاسری داشته باشیم، چون که ما میخوایم سرتاسری دوخ کنیم دیگه. به این صورت بهتره. باید پلیسه رو به سمت داخل هدایت کنید. سجاف کارتون رو روی کارتون قرار بدید. رو به روی کارتون قرار میدیم بچه‌ها. رو در روی کارتون باید سجافتون قرار بدید. اشتباه دوخ نکنید. پلیسه به سمت داخل بعد باشه که وقتی برمیگرده پلیسه بین این دوتا قرار میگیره. خب سجاف رو قرار میدیم، با سوزن فیکسش میکنیم و فقط قسمت هلال گردن و دور تا دور کارتون رو دوخ میکنه. اصلا کاری به سرشونه و اینا نداشته باید. البته میتونید سرشونه رو هم دوخ کنید، کاری به میتونید سرشونه‌اش هم دوخ کنید. پهلوها رو دقیقا روی پهلوها فیکس میکنید بچه، این ورتر نشه. حتما پهلوها دقیقا روی همدیگه باشه، چون اگه این ورتر باشه مانتوتون کج وای میسه تو تنتون. اینا نکته هایی هستن که خیلی مهمن. خب سجافتون رو دقیقا روی کارتون قرار میدین.
با دستتون قشنگ هدایتش کنید. پهلوها رو روی همدیگه قرار بدین دو سمت کارتون. چون کارمون سر تا سریه بچه سوزن زیاد استفاده کنید، زیاد بزنید. اگر نمیتونید با سوزن میونه خوبی ندارین حتما کوک بزنید. همینجوری نبرین زیر چرخ‌ها چون کیسانی به وجود میاد، کارتون کم و زیاد میشه که بد میشه. اون سمت کارتون رو فیکس کنید. بچه وقتی که میخواین که کار سجاف یک سره بدوزی، اون سمت راست و سمت چپ رو اول فیکس کنید، بعد پایینای کارتون رو. خب کارتون رو برمیگردونید و 2 دقیقه روی دوخت قبلی یه دوخت میذاریم. حالا کارمون رو سبک میکنیم، دور تا دور کارمون رو دوختش رو سبک میکنیم. بچه حتما سبک کنید دیگه، چرت نزنید اینجا رو. وقتی که سبک کردین کارتون رو برگردونید. حالا میخوایم اتوکاری کنیم. اتوکاری به چه صورتیه؟ قبل از این که میخواین اتو رو که میذاری به پلیسه نرسه، ببینید میکشین قشنگ با دستتون طوری که مغزی بیاد به روی پلیسه هاتون قرار بگیره. اتوکاریتون رو که کردین میتونین که زام فیکس بزنید و سجافتون رو فیکس کنید که دیگه اصلا تکون نخوره. بچه حتما اتوکاری که کردین یه سرشونه ها رو یه دونه بست بزنید و پروف کنید، ببینید اگر خوب هستش بعد زام فیکس رو بچسبونید. بچه ها وقتی که اینو سجاف دوخ کردی، دور تا دور کارتون هم دقیقا عین همون شلوار که بهتون گفتم بکشین و سردوز بزنید. خب برای پایین آستین ما آستینمون 40 سانتی متر بود دیگه، ما یه 20 سانت به علاوه 2 سانت جای دوخت میخوایم. پارچه رو دولا میکنیم. باید پارچمون از دور تا آستینمون یه هلوش نیم برابر بزرگتر باشه، یعنی هر چقدر که هستش آستینمون یه نیم برابر بزرگتر باشه. خب ما 20 سانت جدا میکنیم، برش میزنیم و اون تیکه بالا هم 10 سانته به علاوه 2 سانت جای دوخ 12 سانت. و من چون پاشم دولا بود از بالا بازش کردم که به دو آستینا به آستینمون رو میاریم. آستین پایین آستین کارمون رو مغز دوزی میکنیم و پهلو رو روی هم دیگه قرار میدیم، پهلوشو دوخ میکنیم. خب 2 مستطیلی که بریدیم و پهلوهاشو دوخ میکنیم و داخل هم دیگه قرارش میدیم و که با هم دیگه بتونیم با هم دیگه دوخ کنیم. داخل هم دیگه قرارش میدیم. بچه برعکس نکنیم، من برعکسش کردم اشتباه بود. دقیقاً همون جوری که هستش پهلوهاشو روی هم دیگه قرار بدیم و بالاشو دوخ میکنیم. میخوام بهتون اینجا هم نشون میدم که چجوری دوخ کنید که پلیسه هاتون باز نشه. ببینید نگاه کنید که قشنگ دوختتون اشتباه نشه و برعکس دوخ نکنید. با سوزن فیکسش کنید و دور تا دور کارتون رو میبریم زیر چرخ، یه دوخت رو کار میزنید. بچه با دستتون هر دو تا پلیسه ها رو هدایت کنید. پلیسه ها تو هم دیگه قفل میشن. هر دو تا پلیسه ها رو با هم دیگه هدایت میکنیم و روش یه دوخت رو کار میزنیم. پلیسه ها اینجوری نه باز میشن و خیلی دوختتون راحت تر میشه. شاید کارتون طولانی تر میشه ولی دوختتون راحت تر میشه. چون پلیسه ها از آستینمون بزرگتره، یه دوخت درشتم میزنیم و چین کشش میکنیم برای آستینمون. نخ زیرشو میکشیم و یه چین خیلی کم به پایین آستینمون میدیم. اونقدر بزرگتر نیستش که بخوایم خیلی چینش بدیم، در حد خرد میخوره ولی خب همون خوردش خیلی خب وقتی که این که دوخ کردیم اینو ما چین کشش میکنیم، نخ زیر رو میکشیم و توی آستینمون قرار میدیم و دور تا دور آستینمون رو دوخ میکنیم. خب ببینید من از 2 طرف چین میدم که بتونم راحت تر چین ها رو تنظیم کنم. فقط از یه طرفش رو چین نکشین و از 2 طرف نختون رو بکشین، بینش هم یه هلوش 2-3 سانت فاصله بذارین که بتونید خوردش بدین. خب این پلیسه رو داخل آستین قرار میدیم. قشنگ پهلوها یعنی اون درز روی هم دیگه قرار میدیم. اگه درز رو به صورت برعکس هم بذاریم بهتره. درزی که برای
پلیسه ها هستش رو به صورت یه جوری قرار بدین که زیر درز آستینتون قرار نگیره، چون اینطوری خیلی کلوف میشه و کارتون قشنگ در نمیاد. چون پلیسه هستش اصلا درزها مشخص نمیشن، نگران نباشین که اگر یه خود این ورتر باشه درز مشخص بشه. و دقیقا روی دوخت این مغزیمون دوخت میزنیم، قشنگ بزنیم فیکس کنیم و دوخت بزنیم. وقتی که دوخت زدیم یه اتوی خوبم میزنیم. بچه‌ها اتو که خواستیم بزنید اصلا روی پلیسا ها اتو نخوره، یه جور اتو بزنید که درد به سمت داخل بره و اون مغزی به سمت پایین باشه. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ این قسمت سرشونه ها رو روی همدیگه قرار میدیم و سرشونه ها رو دوخت میکنیم. ببینید سرشونه پشت با سرشونه جلو رو روی هم قرار میدیم. اون قسمت سجاف هم دقیقا فیکسش میکنیم، به این صورت قرارش میدیم، فیکس میکنیم. ببینید من سه جوری قرار میدم. قسمت جلوی یقه یه هلوش 1.5 سانت فاصله میفته که این برای سجاف پشتمون هستش. یعنی ما میخوایم که سجاف پشتمون رو قرار بدیم که اونجا دوخت میکنیم. این قسمتش هم قرار میدیم، سوزن میزنیم بچه‌ها. دقیقا از انتها این کار رو انجام بدید. اون فاصله که میفته اضافه که میاد برای سجاف پشتتون میشه. سجاف پشتتون ببینید به این صورت، به صورت برعکس روی کارتون قرار میدیم و از بالا دوخت میکنین و تا اون سمت، یعنی سر تا سر دوخت میکنین. وقتی که برمیگردونین کارتون قلفتی در میاد. کارتون رو سبک کنید بچه ها، حتما سردوز بزنید، تمیزکاریشون رو انجام بدید. بچه ها قبل از اینکه سجافا رو دوخت کنید حتما نوار اوریل یا سردوز بزنید که کارتون تمیز و سکه دار باشه. اصلا پشت کارتون رو من چندین بار گفتم چرت نزنید بچه ها. کارهای مزونی چرت خورده نمیشه و فقط سبک میشه کارتون رو 2 تا 2 سبک میشه. خب حالا میخوایم آستینمون رو وصل کنیم. آستینم که از بیرون زیر بغل روی زیر بغل قرار میدیم برای اینکه تاج آستینمون یه کمی بزرگتره. تاج آستینمون رو یه کمی خوردش میدیم. خورد دادنم که بارها توضیح دادم. به این صورته که ما دوخت درشت میزنیم و یک مقدار نخ زیر رو میکشیم تا خورد بخوره. زیر بغل قرار میدیم و تاج آستینم روش قرار میدیم. به همین راحتی مانتوی ما درست شد. ببینید پایین کارم من زانفیک. بچه ها موقع اتو کاری هم اتو رو یه جوری قرار بدین که به پلیسه ها برخورد نکنه، پلیسه هاتون صاف نشه و بذارین و بردارین. سلام، بریم آموزش شلوار رو بهتون یاد بدم. شلوار پلیسه. بچه پارچه رو چارلا میکنیم. اول ترکی رو ترکی و دوباره یه دای دیگه میزنیم و چارلا میشه. از بالا میام یه خط صاف میکشیم. بچه ها حتما گلی ها رو طوری قرار بدین که روی خط ترکی قرار بگیره و خط رو که کشیدین. خب بچه ها اگر سایزتون تا سایز 44 هستش 2 متر و 20 کافیه. خب به اندازه 1/4 دور باسم میریم جلو و به اندازه 1/4 دور باسم به علاوه 2 سانت میایم پایین و یه خط میکشیم. همه این خط ها باید گونیا باشن و این خط رو به هم وصل میکنیم. یه حالت مربع به وجود میاد. از ادامه پارچه به اندازه 6 سانت من رفتم جلو. اگر سایزتون بالاتر از 44 هستش باید به اندازه 10 سانت برین جلو و خط فاقتون رو میکشید به اندازه قد شلوارتون که قد شلوار من 100 هستش. منهای کمریه که میخوام روش بذارم منهای 95 سانت اومدم پایین و قد شلوارم رو کشیدم. بچه برای اینکه شلوارتون به داخل کشیده نشه اون قسمت پایین رو 2 سانت بیاین پایین تر و به کج ببریم. خب اندازه فوقتون هر چقدر هست میایم بالا و به صورت هلال و هم دیگه وصلش میکنیم. بچه این شلوار چون شلوار بک هستش دیگه ما تنگش نکردیم و من همونو برسانم، فقط دور تا دورش رو تمیز کاری کردم. خب این کنارش هم من باز کردم.
و این قسمت شلوارمون درست شد. خب شلوار رو باز میکنیم. حالا میخوایم قسمت فاق جلو رو طراحی کنیم. از قسمت جلو به اندازه 3 سانت باشه نگاه کنیم پلیسه ها وقتی رو هم دیگه قرار بدن توی هم قفل میشن. اصلا نگران این نباشین که این ور اون ور بشن، چون درست ساتنه ولی چون پلیسه هستش توی هم دیگه قفل میشن. خب من از قسمت جلو به اندازه 5 سانت اومدم جلو، برای اینکه خواستم بیشتر پایین تر باشه، ولی 3 سانت هم عدد خوب هست. اگر شکم برجسته دارین 3 سانت بیشتر نیاین پایین و به اون ور کمریمون صفرش میکنیم و این خط رو برش میزنیم. به این صورت برش میزنیم و شلوار ما کامل شد. حتما قسمت جلو رو علامت بزنید. در واقع قسمت جلو مشخص هست ولی خب علامت بزنید بهتره. خب بریم برای دوختش. فاق‌ها رو ببینید به این صورت جلوی هم دیگه قرار میدیم، به این صورت قرارش میدیم و فاق‌ها رو دوخت میکنیم. حتما بچه اینجا رو سوزن بزنید، چون که این قسمت حالت اوریب داره کیسانی به وجود میاد و چون پارچه‌مون پلیسه هستش نمیتونید خوب مهارش کنید. حتما قسمت به قسمت رو سوزن بزنید و بعد دوخت کنید. اون سمتش هم به همین صورت ببینید به این صورت روی هم دیگه قرار بدین، قفل میشه روی هم دیگه. ولی چون حالت اوریب هستش و ما نمیخوایم که حالت کیسانی به وجود بیاد، چون اگه کیستانی به وجود بیاد پارچه‌تون بد میشه، کیست وای میسته. دوخت کنید، اینو دوخت کنید. بعد که دوخت کردین بازش کنید، سردوزتون رو بزنید، تمیزکاریاتون رو انجام بدین، بازش کنید، فاق‌ها رو روی همدیگه قرار بدین. ببینید به این صورت فاق‌ها دقیقاً روی همدیگه باشه، این ور اون ور نشه. اگر این ور اون ور بشه شلوار توی پاتون پیچ میخوره، لول میشه. یکی از علتهای این که شلوار توی پا پیچ میخوره این هستش. بچه این شلوار راستگیری شده است، چون ما به صورت چارلا برش میزنیم اصلا نیازی نداره که راسته چون خودش راستا هستش و هیچ وقت لول نمیشه، مگر اینکه شما فاق‌ها رو این ور ور بدوزین. فاق‌ها این ور ور دوخته بشه لول میشه. خب ما برای شروع باید از یه خط شروع کنیم. ببینید یه خط پلیسه رو میذاریم زیر چرخمون، شروع میکنیم به دوخت تا بالا. همینجوری دوخت میکنیم و از این ور تا اون ور رو دوخت میکنیم. اصلا پارچه رو نکشید، بذارید خودش با هدایت بشه و بره جلو، چون خود چرخ از کششش رو داره. به هیچ عنوان پارچه پلیسه رو کش ندید که کارتون تمیز و مرتب بشه. خب حالا برای کمری من اومدم از یه پارچه ساده استفاده کردم، چون پارچه پلیسم تموم شده بود. اومدم 2 مستطیل برش زدم به اندازه 1/4 دور کمرم، دور باسنم ببخشید. برای کشش به اندازه 1/4 دور کمر منهای 20 سانت در نظر گرفتم. من دور کمرم 80 سانته و منهای 20ش کردم شده 60 سانت و من 60 سانت برش زدم. بچه منهای 15 هم میشه ها، ولی کش من چون کیسانی خوبی داشت من منهای 20 سانتش کردم. میتونین از پارچه پلیسه هم استفاده کنید. پارچه پلیسه رو وقتی که اتو بزنید بکشید پلیسهش از بین میره و میتونید ازش استفاده. من چون دیگه پارچه پلیسه نداشتم از پارچه ساده استفاده کردم. خب 2 طرف مستطیلا رو به هم دیگه دوخت میکنیم، روی هم دیگه قرارش میدیم و به این صورت یه سوزن میزنیم. وقتی که تا کردین بچه این کارو قشنگ بچه درزای وسط رو اتو بزنین تا کنی، روی همدیگه قرار بدین که درزای پهلو مشخص بشه که جاش کجا هستش. میتونین از یه مستطیل کامل هم استفاده کنین، ولی اینجوری پارچه کمتر استفاده میشه. حالا کش رو میدیم داخل. خب بهتره که یه اتو هم وسط بزنید که بدونید که وسط کارتون چجوریه، کجا قرار گرفته. این پارچه‌ای که برش میزنید باید 2 برابر کشتون باشه. من از کش 4 سانتی استفاده کردم، یعنی 8 سانت به علاوه 2 سانت میشه 10 سانت، یعنی یه پارچه بعد تو عرض 10 سانت برش کردم. خب کنار پارچه رو روی هم دیگه قرار میدیم، کش رو به داخل میکنیم. بچه‌ها روی کش اصلا دوخت نزنید و کنار کش دوخت بزنید
و تا اون طرف تا انتها دوخت بزنید. 2 تا دور کارتون به جایی هم رسیدین که دیگه پارچه نمیرسید، کشو از داخل بکشین و کنار رو دوخت بزنید. اصلا بچه با دستتون لمس کنید اصلا کش دوخت نخوره، چون اینجوری اون وقت کارتون خیلی سخت میشه و یه جا کشش به اندازه میخوره یه جا نمیخوره. این نکته بودش که حتما رعایت کنید. در مورد ساتن هم اگر خواستین استفاده کنید به همین صورت استفاده کنید. خب کش ما دوختیم، حالا میخوایم که برای شلوار بزنیم. بچه شلوار ما چون پلیسه هستش ما نمیتونیم مستقیم کش رو روش بدوزیم، چون پلیسه ها باز میشن و ما پارچه زیاد میاریم. کمر شلوار رو میذاریم زیر چرخ و با دستمون هدایتش میکنیم. نگاه کنید با دستمون پلیسه ها رو هدایت میکنیم به سمت داخل، خیلی آروم دوخت رو کار میزنیم. بچه پلیسه ها رو حتما پس هدایت کنیم به سمت داخل. اصلا نگران نباشین که کم بیادش پارچه، اصلا کم نمیادش، چون انقدر پلیسه ها خودشون زیاد هستن، تازه زیاد هم میاد. هر چقدر به داخل هدایتش کنیم. ببین به این صورت ما دوخت زدیم. حالا کشمون رو میدیم داخل، کمر پهلوها رو پهلوها فیکس میکنیم و سوزن میزنیم و دور تا دور کارمون رو دوخت میکنیم. ببینید سوزن زدم من چون پلیسه زیر ما دوخت زدیم دیگه اون دیگه تکون نمیخوره بچه ها و روی اون دوخت قبلی کشمون دوخت میزنیم و پارچه‌مون رو فیکس میکنیم و دوخت میزنیم. به این صورت قشنگ مرتب و منظم قرارش میدیم. سوزن زیرش رو حتما بردارید بچه، سوزن نره زیر چرختون. بچه سوزنی هم که برای این استفاده کردم من سوزن‌های سرآبی شماره 14 استفاده میکنم. سوزن چرخ خیلی مهمه بچه، سوزنایی که استفاده میکنید حتما اصل بخرید، چون باعث میکشه که نخ پاره کنه چرختون و چرختون آسیب ببینه. فرق نمیکنه چه چرخی استفاده میکنید، با هر چرخی که استفاده میکنید باید سوزن خوب استفاده کنید. خب دور تا دور کارمون رو دوخت میکنیم. وقتی که دوخت کردیم بچه من روی اول یه پرو بکنید، بعد اگر اوکی بود روی کشتون رو 2 تا دوخت بزنید. بچه حتما کش 5 سانتی یا 4 سانتی استفاده کنید، چون زیبایی کارتون چند برابر میشه. کش های 3 سانتی و 2 سانتی استفاده نکنید برای شلوار مجلسی. به این صورت 2 تا دور کارمو دوخت کردم و روی کشم هم 2 تا دوخت رو کار میزنم برای اینکه قشنگ تر بشه. خب حالا بچه برای اینکه پایین کارمون حالت پلیسه خوشگلی بشه و پلیسه های بازی در بیاد، من بچه پلیسه رو اصلا تونه ببین به این صورت ما دوخت کردیم. برای پایین شلوار من زیگزال زدم، اومدم پلیسه ها رو کشیدم. بچه موقعی که میخواین زیگزال بزنی یا اینکه سردوز کنی پلیسه ها رو بکشین و این کار رو بکنین. دیگه مثل کمری نیست، باید حتما بکشین تا حالت خیلی زیبایی به کارتون بده و چینای باز خیلی خوشگلی به شما میده و همینطور خیلی راحت شلوار ما هم آماده شد. حتما بدوزین و لذتشو ببرین.